بازم با تشکر از شما که اینجا هستید و با تشکر از ناصر آقباشلو که پشت دوربین هست و تشکر از کانال جدید که این برنامه رو پخش کرده و پخش میکنه. اینا برنامه‌ای هست که ما سعی میکنیم ماهانه به مهمترین مسائل اقتصادی و مثلا مبنای اقتصادی مسائل، مثلا اقتصاد سیاسی مسائل بپردازیم در هر ماه. امیدوارم که شاید این جلسات رو دو بار در ماه انجام بدیم و این بار هم فاصلش با جلسه قبلی در واقع 3 هفته است. امروز 21 نوامبر هست. منتها قبل از اینکه شروع بکنم به بحثی که امروز میخوایم بکنیم، این برنامه ها خب مورد توجه سری از دوستان قرار گرفته و همینطور انتقادا و ایرادایی هم مطرح شده که من دوست دارم که راجع به این انتقادا و ایرادا هم صحبت بکنم و همینطور سوالاتی هم مطرح شده که دوست دارم راجعش صحبت کنم. یکی از سوالاتی که یه دوست عزیز ازم میکرد اینی که میگفت چرا شما همش میگی اقتصاد سیاسی این مسئله و اقتصاد سیاسی اون مسئله، چرا هی همه چیز مگه اینجور ربط داره به اقتصاد و منظور از اقتصاد سیاسی چیه؟ من اینو میخوام توضیح بدم. من اقتصاد سیاسی رو به همون مفهومی به کار میبرم که مارکس به کار میبرد و اقتصاد سیاسی اختراع مارکسیستا نیست. میدونید که قبل از مارکس به اصطلاح سردمداران بزرگ اقتصاد سیاسی کسایی مثل ریکاردو و آدم اسمیت و اینا بودن و خود مارکس هم خیلی چیزا از اونا یاد گرفت. منتها بعد کاری که مارکس کرد نقد اقتصاد سیاسی بود، وگرنه اقتصاد سیاسی قبل از مارکس موجود بود. خود مارکس اولین به اصطلاح نماینده خوب اقتصاد سیاسی رو ویلیام پتی میشناسه که اون قدیمی تر از همه است. به هر حال میشه نام دیگه‌ای که واسه اقتصاد سیاسی گذاشتیم که مبانی بورژوایی اقتصاد، مبانی یعنی اقتصاد بورژوایی و مسائلی که ما تو جامعهمون داریم بیشک پایه و مبناش برمیگرده به اقتصاد. حالا هر مسئله‌ای که باشه و میشه نشون داد اینو که چجور پشت هر مسئله‌ای شما اون اقتصاد سیاسی یا به اصطلاح اون ضرورتایی که مناسبات اقتصادی بورژوایی برای شما حکم میکنه و بر شما حکم میکنه رو میشه نشون داد رو هر مسئله. در نتیجه من به این معنا اقتصاد سیاسی رو به کار میبرم، یعنی زمینه‌های اقتصادی بورژوایی هر مسئله چیه، مناسبات تولید بورژوایی، مناسبات اجتماعی بورژوایی هر مسئله رو چجور سرنوشتش رو معلوم میکنه، چون در تحلیل نهایی اقتصادیات هست که تعیین کننده است تو اوضاع احوال اقتصادی. و فکرم نمی کنم کار عجیبی کرده باشم یا من تنها کسی باشم که اینجوری حرف میزنم. برای مثال فرض کنید داشتم چند روز پیش یک مطلبی از ژیژاک میخوندم که راجع به همین حمله داعش و اوضاع پاریس و جنایتایی که اسلام سیاسی کرده تو اروپا صحبت میکرد و اینا. بعد یکی از زیر تیترای بحثش این بود: اقتصاد سیاسی مهاجرین یا مهاجرت، Political Economy of Immigration or Immigrants. یادم نیست حالا کدوم یکیشو دقیقاً گفته بود، ولی میخوام میگم اونم داشت از لفظ اقتصاد سیاسی صحبت میکرد. این خیلی معمول هست و منم تو همین چارچوب از اقتصاد سیاسی صحبت میکنم. اینم بگم که ژیژاک تو اون بحثش حالا فرصت نیست که بخوایم بهش بپردازیم، ولی مسائلی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا میگه که در سال اخیر، در ابتدای سال، در سال 2014 ما در اروپا شاهد مبارزه طبقاتی بودیم که منظورش برآمد سیپراس توی یونان هست و برآمد پودموس توی اسپانیا هست و میگه در نیمه دومش ما با یک جریان لیبرالی روبرو بودیم، انسانگرا لیبرالی،
که منظورش حمایت از پناهنده ها و اینها هست و میگه که اون وقت مبارزه طبقاتی رو کنار گذاشتیم، رفتیم سراغ مبارزه انسانگرا لیبرالی، حالا دوباره باید برگردیم به مبارزه طبقاتی که به نظر من به روشنی نشون میده که درک محدودی از مبارزه طبقاتی داره. یعنی اون مبارزه فرض کن شورانگیز مردم اروپا در حمایت از پناهنده ها رو یه مبارزه انسانگرا لیبرالی قلمداد میکنه و فقط مثلا مبارزه فرض کن سیپراس و پودموس و اینا رو مبارزه طبقاتی میدونه. یعنی به این تعبیر قائل نیست که هر مسئله‌ای تو جامعه یه جورایی مربوط به مبارزه طبقاتی و اون حرکتی که مردم کردن توی اروپا در حمایت از پناهنده ها در واقع خود این یه وجهی از مبارزه طبقاتی است. به هر حال حالا فرصت نیست که بخوایم به بحث ژیژاک بپردازیم، منتها میخوام بگم اونم از اقتصاد سیاسی پناهنده ها صحبت میکنه. یه نمونه دیگه است که باز تو همین هفته اخیر من نگاه میکردم جالب هست. یک بابایی هست به اسم، یعنی یک پروفسور اقتصاد هست به اسم ریچارد والز که جلسات ماهانه بررسی اقتصاد جهانی میذاره که من این جلساتم راستش از اون الهام گرفتم. منتها خب من قبول ندارم حرفاش رو، یعنی تحلیلاش خیلی درست نیست، هرچند گاه بحثای جالبی داره و پیشنهاد میکنم بحثاش گوش بدید. اونم مثلا فرض کن از اقتصادیات امیگریشن صحبت میکرد، اقتصادیات مهاجرین صحبت میکرد که البته اون بحث عجیب غریبی داشت که خلاصش رو بخوام بگم این بود که میگفت چون سرمایه دنبال نیروکار ارزان میگرده و نمیتونه مثلا از اروپا بره جای دیگه و این نیروکار ارزان رو گیر بیاره، رفت مدلیست و خاورمیانه رو به هم ریخت تا اینا مجبورشن مهاجرت کنن به اروپا، که یک نظریه خیلی توطئه پردازانه نازلی هست که تو فکر کنید کل بورژوازی اومده رفته مدلیست رو خاورمیانه ریخته به هم که مهاجر بیاد اونور بره نیرو کار بگیره. هزار جور دیگه میتونست مهاجر تامین بکنه اگه میخواست مرزاشو باز میکرد بدون هیچ خون و خون ریزی هم نیست و مردم بلند میشدن میرفتن، همچنان که خیلی تلاش میکنن برن. میخوام بگم این که میگیم اقتصاد سیاسی موضوعات چی هست یه بحث عمومی‌تریه و خیلی استفاده میکنن و به من محدود نیست. سوال دیگه که باز مطرح شده بود در رابطه با این برنامه‌ها اینه که هدف از این برنامه‌ها چیه؟ که هدف از این برنامه‌ها به روشنی اینه که مسائل روزی که باهاش برخورد میکنیم و بفهمیم چه مبنایی تو اقتصاد سرمایه‌داری داره، چه جور سرمایه‌داری این مسائل رو به وجود میاره، مبنای اقتصادی و به اصطلاح مناسبات بورژوایی رو بفهمیم و در این حال از یه زاویه مارکسیستی، یعنی نه فقط اقتصاد سیاسی مسائل رو بفهمیم بلکه نقد اقتصاد سیاسی هم بفهمیم، یعنی نقدش بکنیم که چرا اینجور هست. برای مثال هفته قبل ما بحثی داشتیم سر خانواده، اگه یادتون باشه که گفتم چجور بورژوازی داره خودش خانواده رو به شیوه خودش نابود میکنه و مثلا مثال زدم گفتم تنها توی چین توی این فاصله 70 میلیون بچه دچار این وضع شدن که پدر مادرشون نمیتونن زندگی کنن، چون پدر مادرشون باید جای دیگه کار بکنن و قادر نیستن پیش بچه‌هاشون باشن که از اونا نگهداری بکنن و این کاری که بورژوازی داره با خانواده میکنه و به شیوه خودش خانواده رو داره تغییر میده و عوض میکنه. که البته باز یه رفیق عزیز دیگه انتقاد داشت به این که شاید از بحث من این در بیاد که مثلا من موافق نگه داشتن خانواده به شکل فعلیش هستم، که واضحه که اینجور نیست. من خیلی جاهای دیگه توی بحث در رابطه با مانیفست کمونیست یا مقالات زیادی هم نوشتم سر خانواده و اینجا هم دوست دارم خیلی خلاصه موضوع مارکسیستی رو از نظر خودم راجع به خانواده بگم
که اون رفیقم راضی باشه از صحبتم. بورژوازی خانواده رو، سرمایه‌داری با خانواده برخورد متناقضی داره. از یه طرف عملا نابودش میکنه، از یه طرف سعی میکنه که مبانی ارتجاعی مردسالارانه رو حفظ کنه. این برخورد دوگانه رو ما از همون ابتدایی که بورژوازی به وجود اومده دیدیم. تو مانیفست اگر بخونید، مانیفست کمونیست بخونید، مفصل این رو توضیح میده که چجور از یک طرف با وارد کردن کار زنان و کودک‌ها به حیطه سرمایه‌داری و با استثمار اونا که نیروی کار ارزانی هستن، از یه طرف داره مبانی خانواده سنتی پدرسالار رو از بین میبره، ولی از طرف دیگه با تلاش واسه حفظ اون مبانی ارتجاعی خانواده سعی میکنه که زن تو سریخور باشه، سعی میکنه که بچه تو سریخور باشه. چرا؟ چون نیروکارش ارزون میشه. در نتیجه این برخورد دوگانه رو با خانواده داره، هم با به اصطلاح با دست پسش میزنه، با پا پیش میکشه. از یه طرف به خاطر نیروکار ارزان زن و بچه ها دائما داره شکل خانواده رو عوض میکنه، از یه طرف دیگه اون ارزش‌های مردسالارانه ضد زن رو سعی میکنه تا اونجایی که میتونه حفظ کنه که نیروکار زنها ارزون تمام میشه. اینم بگم از حالا به بعد وارد اخبار بشم. توی همین 2 هفته قبل بود یک مؤسسه به اسم مجمع جهانی اقتصاد آماری در مورد موقعیت زنها توی اقتصاد جهانی داد که از جمله توی این آمار صحبت این شد که وضع مثلا آماری در رابطه با نابرابری بین زن و مرد توی اقتصاد، توی سیاست، توی جامعه، توی فرهنگ و خب طبعا جمهوری اسلامی جز اون ته جدول بود. ولی حالا من نمیخوام روی جمهوری اسلامی صحبت کنم چون میدونیم وضع ایران رو کم و بیش و وضعیت زنان رو، یه مقدار اوضاع جهانیش هم جالبه که مقدار صحبت بکنیم. گفته که از 2006 تا حالا 250 میلیون زن بیشتر وارد بازار کار جهانی شده، اما شکاف بین نابرابری بین زن و مرد تنها 3% کمتر شده و گفته که اگر با این سرعت پیش بریم 118 سال طول میکشه تا برابری اقتصادی بین زن و مرد به وجود بیاد. این یه بنگاه خود اقتصاد سرمایه‌داری هست که داره میگه که نابرابری بین زن و مرد 118 سال طول میکشه توی این با این سرعت فعلی که بخواد مرتفع بشه، که به نظر من خوشبینه. هنوز من فکر میکنم تا سرمایه‌داری هست دائم میخواد استفاده بکنه از این نابرابری هست چون سود میبره. برای مثال شما تصور کنید الان توی پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری هم دستمزد زن 70 تا 80% دستمزد مرد. حالا بعضی کشورها که خیلی جلوترن شاید مثلا 85 90 هم برسه، ولی به اصطلاح اوریج 70%. شما تصور کنید که فردا که میرید سر کار به شما میگن حقوقتون 30% کم شده، چه حسی دارید؟ حالا چه زن چه مرد باشید فرض کنید یهو به شما بگن 30% کمتر میگیری. و این کاری که دارن با زنها میکنن تو سراسر جهان، و زنها بخش فقیر طبقه کارگرن تو همه جای دنیا و کلی فشارهای دیگه هم روشون هست که به اونم حالا یه وقتی جداگانه شاید بپردازیم. ولی بحث من اینه که خب این نمونه برخورد بورژوازی هست با مسئله کار زن. از یه طرف میخواد کار زن رو بیاره به میدون و ازش استفاده کنه، نیروکار ارزان، از یه طرف هم میخواد ارزان نگرش داره. ما مارکسیستا مخالف هر دو جنبه قضیه هستیم، یعنی مخالف این هستیم که زن رو تبدیل بکنی به یک برده جنسی و مخالف این هستیم که بخوای به خاطر به میدون آوردن زنها این همه فشار بذاری رو آدم‌ها به خاطر نیروکار ارزانت. یعنی اون برخورد دوگانه‌ای که بورژوازی داره با مسئله خانواده، از یه طرف سعی میکنه نیروکار زن رو به میدون بکشه و بنیاد خانواده رو به اصطلاح سوس بکنه، و از طرف دیگه از قوانین و جریانات ارتجاعی حمایت میکنه که بنیاد خانواده رو حفظ بکنه.
هر دو جنبش علیه ماست و ما علیه هر دو جنبه اینها هستیم. به هر حال این توضیح هم خواستم بدم که در مورد خانواده هم این نکته رو گفته باشم و خب ما واسه یک جامعه می جنگیم که هیچ کس اسیر خانواده و مناسبات مردسالار رو اینها نباشه و آدما بنا به عشق و علاقه خودشون بدون هیچ به اصطلاح محدودیت اقتصادی یا فشار اقتصادی بخوام وارد روابط تشکیل خانواده و تولید بچه و عشق و عاشقی و همه اینا همه سر خودش، ولی توی مناسباتی که انسان‌ها تحت هیچ فشاری نباشن. به هر حال بریم سراغ چند تا خبر که بیشتر به ایران برمیگرده و بعد هم چند خبر راجع به دنیا و بعد آخر سر من سعی میکنم بحث دفعه قبل رو که داشتیم سر پول رو حتی الامکان تمام بکنم. میدونید که توی دو سه هفته گذشته جمهوری اسلامی وام خودرو داد، وام مسکن داد و صحبت این بود که تولیدات به اصطلاح صنعت خودروسازی فروش نمیره و توی بنگاه‌ها و توی انبارا مونده و واسه اینکه اینا به فروش برن وامای فکر کنم 25 میلیونی گذاشتن که در عرض مدت کوتاهی هم ظاهراً 100,000 تا رو تونستن فوری بفروشن به این ترتیب. خب این مثلا حالا بخشی از یه پکیج به اصطلاح تحریک کننده واسه تحریک کننده بازار که به حرکت در بیاد و خرید و فروش صورت بگیره بود که جمهوری اسلامی در مقابله با این بحران به اصطلاح اوضاع اقتصادی بحرانی که خودش میگه میخواد انجام بده. همینطور یک کار دیگه ای که کردن که به نظر من جالب بود این بود که بنزین رو یه نرخی کردن توی همین یکی دو هفته گذشته، یا اینو امروز میدیدم از به زودی بنزین یه نرخی میشه که 1000 تومان واسه هر لیتر، یعنی اون حالت 2 لیتر دو نرخی قبلی رو دارن از بین میبرن. یه خبر دیگه ای که باز تو همین رابطه به نظرم جالب بود خبر این بود که مجلس تصویب کرد که دیه این به اصطلاح چیزای بنگاه‌های بیمه، چون بیمه مثلا بیمه ماشین و اینا دیه بر اساس زن بودن یا بر اساس مذهب متفاوتی داشتن فرق داشت بنا به قوانین اسلام. مثلا شما اگر زن بودید و مثلا توی جریان تصادف رانندگی کشته می‌شدید دیتون کمتر بود تا اگر یه مرد بودید و کشته می‌شدید. اینو مجلس جمهوری اسلامی همین چند روز پیش دیروز پریروز خبرش دیدم گفته که مستقل از جنسیت و مستقل از مذهب این به اصطلاح سازمان‌های بیمه سوانح و امثال اینا باید دیه بپردازن، که اینم واسه من خیلی نکته جالبی بود. یعنی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد یه جورایی مثلا نشون بده که چه همون یک نرخی کردن بنزین و چه این به اصطلاح دیه رو از به اصطلاح پرداختن بیمه سوانح رو از اسلام و از قوانین اسلامی داره جدا میکنه. این مجلسی که این همه داره صحبت از اسلام و نمیدونم مقابله با آمریکا و اینا میکنه خودش در این حال اینا رو تصویب کرده. من فکر میکنم اینا تحت تاثیر این هست که میخوان یه مقدار به اصطلاح در باغ سبزی به غرب و به بنگاه‌های اقتصادی نشون بدن که به اصطلاح ما داریم از اون اسلامیگری وحشیانه و که سرمایه ازش میترسه و حرکت نمیکنه و نمیاد، داریم یه مقدار از اون فاصله میگیریم. دارن یه همچه ژستایی به نظرم نشون میدن علیرغم همه صحبتایی که خامنه‌ای میکنه در مورد آمریکا و ما نفوذ و نمیدونم همه این صحبت‌ها، ولی یه نشانه‌هایی رو می‌بینی که داره سعی میکنه که سرمایه بین‌المللی رو جذب بکنه به خودش. توی این مجله بلومبرگ که بلومبرگ میدونید یه مؤسسه‌ای که راجع به مسائل اقتصادی صحبت میکنه و خیلی مشهوره، مثل اکونومیست الان شاید مثلا یکی از اتوریته‌های
مسائل اقتصادی بلومبرگ باشه، چه تلویزیون داره چه مجله داره، اینا تو مجلهش میخوندم از یک آقای به اسم بیگلری صحبت میکنه تو آمریکا که داره دائما جلسات زیادی میذاره با این بنگاه‌های مختلف و مؤسسات مختلف سرمایه‌داری و آماده میکنه که بعد از اینکه تحریم‌ها رفع شد بتونه به گفته بلومبرگ و به گفته این بیگلری نامی بتونه که 150 بیلیون دلاری که واسه بازسازی اقتصاد ایران لازم است اینا رو تهیه بکنه. این اگه یه ذرم آب به من بدید ممنون میشم. این مجموعه اخبار رو گفتم که بگم که چجوری دارن سعی میکنن که به اصطلاح تو چارچوبه‌های اقتصادی شناخته شده از چه میدونم یه نرخی کردن بنزین گرفته تا مثلا تلاش‌های امثال بیگلری و مثلا مناسباتی که سعی میکنن با بنگاه‌های اقتصادی تو آمریکا و اروپا برقرار بکنن، مجموعه این تلاش‌ها رو دارن میکنن که شاید اقتصاد رو به اصطلاح چیز بکنن، یه جوری بازسازی بکنن، یه جوری از این حالت بحرانی و بحران بنبستش در بیارن که من شخصا فکر میکنم تا وقتی که از لحاظ سیاسی مشکل خودشون رو حل نکنن اینجور تلاش‌ها جواب نهایی رو نمیده. شاید تأثیراتی اینجا و اونجا بذاره ولی جواب نهایی این هست که اینا باید از لحاظ سیاسی تغییرات جدی بکنن که این براشون مخاطره آمیزه. قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، الان نمیخوام برم، فقط خواستم بگم که این اخبار اقتصادی این روزا بوده معناش چی هست. البته اخبار اقتصادی دیگه هم هست این روزا راجع به ایران که به نظرم باید توجه بهش بکنیم و اونم اعتراضات و مبارزات کارگری هست که اگر بخوام از سایت از صفحه حزب فیسبوکی حزب کمونیست کارگری چند تاشو واسهتون فقط بخونم، اعتراض بیش از 600 کارگر کارخانه کنتورسازی قزوین به خاطر 5 ماه دستمزد معوقه. این حرکت از 19 آبان شروع شده. 26 آبان تجمع 700 کارگر ایران تایر مقابل وزارت کار در اعتراض به شرایط کاری جدید و تهدید امنیت شغلی و معیشتی. تجمعات اعتراضی 800 کارگر لوله و نورد صفا به خاطر تعویق پرداخت دستمزدها و حق بیمه و تعطیلی کارخانه و بلا تکلیفیشون از 25 آبان. تجمع اعتراضی 1000 بازنشسته صنعت فولاد در 25 آبان مقابل وزارت اقتصاد با خواست پرداخت فوری 2 ماه حقوق معوقه. اینا فقط یه گوشه از یه روزش بود. میخوام بگم اعتراضات و اعتصابات کارگری زیادی در جریانه و به خصوص سر دستمزد مبارزه داره حادتر و جدیتر میشه که ما این موضوع رو دنبال میکنیم و شاید توی بحث بعدی بیایم سر دستمزد یه مقدار توی ایران صحبت بکنیم و اینکه دارن مطرح میکنن که دستمزد افزایش تورم بالا میبره و در نتیجه دستمزدها نباید افزایش پیدا کنه، چون الان یک جدال جدی کارگرها و حکومت و کارفرماها توی ایران مسئله افزایش دستمزدهاست و اینا دارن با حربه کهنه این که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشه و نهایتاً به ضرر کارگرها تموم میشه، دارن با این مقابله میکنن که من امیدوارم تو جلسه بعدی که داریم در بررسی مسائل اقتصادی یا اقتصاد سیاسی رو مسئله رابطه دستمزد و تورم، بحثایی که مارکس 150 سال پیش کرده، اونا رو یه مقدار باز کنیم و توضیح بدیم. به هر حال بازم از اخبار حالا ایران دیگه تمام کنیم، بریم یه گوشه‌ای هم از اخباری که توی دنیا هست. یه طبعا خیلی خبرها هست ولی چند تا رو من دسترسی کردم بگم. یک ویدئویی رو از پیکتی میدیدم، توماس پیکتی میدیدم که ویدئو تازه‌ای بود و اونجا شنیدم که کتابش حدود 2 میلیون فروش رفته، 2 میلیون و خورده ای
کتاب پیکتی نوشته بود، کتاب سرمایه در قرن 21 که توی 2014 اوایل 2014 منتشر شد و تو همین فاصله، یعنی الان تقریبا 1.5 سال خورده ای 2 میلیون نسخه فروش رفته. خیلی جالبه. میدونید که این کتاب به شدت علیه نابرابری اقتصادی، یعنی هشدار میده به سرمایه‌دارا که نابرابری اقتصادی که داره اینجور به طور عنان‌گسیخته‌ای داره اینقدر بالا میره و شکاف بین 1% و 99% و اینها، این هشدار میده که اینا مخاطره آمیزه واسه سرمایه‌داری و این نظام رو به زمین میزنه و از اینجور چیزا صحبت میکنه و این همه هوادار داره و این همه فروش رفته. در ضمن یک چیز جالبی هم که تو همین صحبتش میگفت، من فکر کردم اینجا مطرح بکنم، این که دستمزد، حداقل دستمزد در آمریکا تو دهه 1960 میلادی حدود $10 بوده. یعنی به پول امروز بخوایم حسابش کنیم حدود $10 بوده. امروز حداقل دستمزد مثلا فدرال حدود $7 $6 اگر اشتباه نکنم، که اخیراً میخوان اضافه بشه و بعضی جاها هم اضافه شده، ولی هنوز به طور مثلا عمومی هنوز حداقل دستمزد توی آمریکا به حد دهه 60 اینها هم نرسیده. البته میدونید که برنی ساندرز، اون مثلا کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات که خودش رو سوسیالیست و سوسیال دموکراسی میدونه، اون خواهان یکی از بندهای پلتفرمش این است که حداقل دستمزد توی آمریکا بشه $15 حداقل، یعنی به طور فدرال، به طور سراسری. ولی این آماری که پیکتی میداد جالب بود و گفتم اینو به اطلاعتون برسونم. به هر حال الان بحث افزایش دستمزد توی آمریکا جدی‌تر از هر وقتی مطرحه. خود مثلا فدرال ریزرو، بانک مرکزی آمریکا، هم قبلا توی برنامه قبلی گفتم نگران این هست که نرخ بیکاری اومده پایین، اومده حدود 5% و یکی از نگرانیاش اینه که این ممکنه به افزایش دستمزدها منجر بشه و توی به اصطلاح تک و تان واسه اینکه نرخ بهره بانکی رو بالا ببرن، که ممکنه بالا ببرن به زودی، چون آخرین جلسه‌ای که داشتن دفعه قبلم راجع بهش صحبت کردیم، تصمیم گرفتن که دست نزنن بهش، ولی ممکنه که این کارو صورت بدن. در مورد برنی ساندرز هم بد نیست حالا که صحبتش شد یه چند تا نکته رو بگم که آخرین چیزی که میدیدم ازش، خبری که میدیدم و خودش هم ویدیوهایی که ازش میدیدم، اومده سوسیال دموکراسی رو توضیح داده که حالا سوسیال دموکراسی از نظر من چیه. و خود این، حالا من که گوش دادم حرفاشو، به نظرم وقتی اومده سوسیال دموکراسی رو توضیح بده، اون اول خیلی آتشی‌تر و من سوسیالیستم و اینا، حالا میگه من سوسیال دموکراتم و سوسیال دموکراسیش هم که توضیح میده، هرچی بیشتر توضیح میده آدم میبینه بیشتر داره آب میریزه توش، بیشتر داره رقیقش میکنه. و این دفعه که من داشتم گوش میدادم بهش، مثلا فرض کنید یکی از صحبتاش این بود که خب آره من علیه جنگ عراق رأی مخالف دادم، ولی برای جنگ افغانستان رأی موافق دادم. در نتیجه اینجوری هم نیست که من خیلی مخالف جنگ و به کار بردن ارتش هستم و اینا. یه جاهایی هم خب باید این کار کرد، مثلا اینا رو قبلا اینجوری به این صراحت نمیگفت. یا مثلا بحث سوسیال دموکراسی رو سعی میکرد با آیزنهاور یا با روزولت، رئیس جمهورهای قبلی آمریکا، که خب اونا تو دوره خودشون تو دوره بحران کبیر مالیات‌های سنگینی بستن به سرمایه‌دارا و حقیقتاً هم یه جور پیشقراولای سوسیال دموکراسی هستن که بعداً توی اروپا بعد از جنگ دیگه کامل میشه و همه جا مسلط میشه. اینا خودشو به اون وصل میکرد و سعی میکرد خودشو اونجوری توضیح بده. در هر حال
آخرین آماری که میدیدم در مورد به اصطلاح موقعیتش و محبوبیتش، هیلاری کلینتون 49% آرا داره، این 33% داره. و خب به قول خودش اگر امروز انتخابات برگزار میشد اون رأی نمی آورد، هیلاری کلینتون رأی می آورد. ولی باز به قول خودش باز گفته بود وقتی من شروع کردم چند ماه پیش، خیلی وقتم نیست، اون 0 بود، هیلاری کلینتون 50 بود. الان هیلاری کلینتون 49، این به 33 رسیده. اینو به رخ میکشید و میگفت بالاخره تو این فاصله این همه من خودمو مطرح کردم بدون، اینا راست میگه، بدون هیچ پولی. یعنی کورپوریشن ها به اصطلاح مؤسسات بزرگ سرمایه‌داری به اون پولی ندادن، یا اگر هم دادن ما خبر نداریم. عمده پولش هم از طریق به اصطلاح کمک‌های مالی کوچک جمع کرد و اینجا، ولی تونسته تو این فاصله بالاخره تا اینجا برسونه خودشو. اینم از برنی ساندرز و موقعیتش مقداری و سوسیال دموکراسی که توی آمریکا. یعنی خود این موضوع که موضوع میدیای آمریکا شده که یکی بیاد سوسیال دموکراسی توضیح بده، حالا که چی هست و چی نیست، به نظر من جالب بود. این که حالا اون داشت چجور داشت توضیح میداد. خب سوسیال دموکراسی در بهترین و رادیکال ترین حالتش هم معلومه که سرانجام میخواد سرمایه‌داری رو یه جور حفظ کنه و تداوم بده. ولی اینکه توی آمریکا این تابو شکسته شده و امروز میشه راجبش حرف زد و یکی باید بیاد توضیح بده، خیلی موضوع جالبی. آخرین خبری که میخوام بگم خبر مهمیه به نظرم. توی روزنامه مجله اکونومیست میدیدم، یعنی اکونومیست این هفته‌ای که من دیدم 14 نوامبر، تیترش هست The Never Ending Story، داستانی که هیچ وقت تمام نمیشه. و داستانی که هیچ وقت تمام نمیشه عبارت از چیه؟ همه میتونید حدس بزنید. داستانی که همیشه تمام نمیشه داستان بحران اقتصادی سرمایه‌داری. و این بحران هم خب سطوح مختلفی داره و اشکال مختلفی به خودش میگیره، ولی معمولاً شکل شروعش بحران اعتباره و به اصطلاح چیزهایی که پول واسش رفته و ظاهراً ارزش دارن، بعد یهو معلوم میشه هیچ ارزشی ندارن، یهو همه چیز فرو میریزه. و الان نگرانن و مثلا اکونومیست نگرانه که این بحران اول در 2007-2008 تو آمریکا شروع شد با سقوط به اصطلاح بازار مسکن و به اصطلاح مورگیجایی که داده بودن و که بعد نمیشد پرداخت بکنی، یعنی قرض زیادی به ملت داده بودن و ملت نمیتونستن برگردونن. در نتیجه ثروت عظیم یه عده‌ای هوب دود شده رفت هوا، چون کسی نمیتونست بده. میگه از آمریکا شروع شد، بعد به اروپا رسید سال 2010 مثلا توی اروپا، و مثلا توی مواردی مثل یونان و اینا باز اون بحران بدهی خیلی عظیم بود و به حدی خطرناک بود. به قول باز اکونومیست که خود کل اتحادیه اروپا رو تا سرحد مثلا از هم پاشیدن پیش برد. و بعد حالا صحبتش اینه که این رسیده به قول به لفظ انگلیسیش emerging market، مثلا بازارهای نوظهور یا بازارهای در حال عروج، مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، مثل برزیل، مثل ترکیه. و الان نگرانن که با به اصطلاح کاهش رشد تولید و توی این کشورها احیانا ما در آستانه این قرار گرفتیم که با یک بحران دیگه روبرو بشیم، با سقوط این بازار بدهی اینا و مسئله قرضی که دارن و اون never ending story. در واقع این داستانه که هی دائم داره تکرار میشه و خود اکونومیست هم داره به همین ترتیب ازش صحبت میکنه. البته توی مطلبش که میخونی تقسیم میکنه این به اصطلاح بازارهای نوظهور رو. یه عده‌ایشون میتونن از پس قضایا برگردن، یه عده‌ایشون نمیتونن، مشکل دارن. حالا من وارد اون جزئیاتش نمیشم. و یه عده‌ایشون هم تاثیرشون اونقدر هست که اگر پایین برن کل اقتصاد دنیا رو
تحت تاثیر خودشون قرار میدن، از جمله چین. کلا آماری که داده بود، یه نگرانی که اکونومیستاش این بود، میگفت که توی قدیم شاید اگر این بازارهای به اصطلاح خارج از کشورهای پیشرفته صنعتی یه اتفاق اینجوری میافتاد، این کشورهای صنعتی میتونستن برن اونو بیلاتش کنن، وضعشو درست کنن و خیلی تهدید نکنه اقتصاد جهانی رو. ولی میگه که الان 56% کل اقتصاد دنیا این امرجینگ مارکت ها هستن، یعنی 46% مثلا کشورهای، یعنی داره عوض میشه قضیه تعریف دنیا و کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه یا این لفظای قدیمی داره عوض میشه. الان بخش عمده اقتصاد دنیا 56% مال این امرجینگ اکانومی، به قول اینا امرجینگ مارکت هاست و اگر اونا پایین برن اون وقت مشکل زیادی پیش خواهد اومد. مثل قبل نیست که کشورهای صنعتی پیشرفته به اصطلاح برن اوضاع رو جمع جور کنن. خودمونا که پایین برن ممکنه وضعیت رو برای بقیه هم به مخاطره بندازن. اینم بسیار خبر آخری بود که راجبش میخواستم صحبت بکنم. تو وقتی که باقی مونده از صحبت امروز، فکر میکنم حدود 20 دقیقه وقت داریم، میخوام با عزتون بحث پول رو که دفعه قبل کردیم به یه جایی برسونم. ما دفعه قبل صحبت کردیم که پول، همه وقتی از شما میپرسی پول چیه اینا، یه چیز رازآمیزی به نظر میرسه که خب از یه جنبه هایی هم چیز رازآمیزی هست، ولی من سعی کردم دفعه قبل توضیح بدم که چجور پول خودش محصول مبادله است. یعنی مبادله بین آدما قبل از پول شکل میگیره و اینم به دلایل واضح و روشن. آدما در یه مقطعی محصولات بیشتری از نیازشون تولید میکنن و بعدم تقسیم کاری صورت میگیره. یه عده‌ای یه محصولی رو دارن، یه عده‌ای محصول دیگر ندارن. در نتیجه صحبت میشه که خب اینا رو با هم مبادله کنیم و شروع میکنن به مبادله کردن. منتها در طول تاریخ یواش یواش این سوال پیش میاد که خب چجوری مبادله کنیم؟ بر چه اساسی؟ بر اساس اون چیزی که من نیاز دارم یا بر اساس چی؟ شما مثلا فرض کن 2 جفت کفش داری، حالا من باید واسه این 2 تا گوسفند بدم، یه گوسفند بدم، نصف گوسفند بدم. میدونی رفته رفته این مفهوم شکل میگیره که یه مبنایی باید مبادله ما داشته باشه و رفته رفته محصولات کار در این حال کالا هم میشه. تا قبل از اون محصولات کار کالا نیست. محصولات کار چیزی هست که مصرف میکنیم و به قول مارکسیستی ارزش مصرفن. درست؟ ولی یه جایی میرسه که محصولات کار ارزش مبادله هم دارن. درست؟ یعنی گندم بالاخره میخوریمش، ولی چقدر گندمو با مثلا فرض کن با یک کفش میشه عوض کرد؟ چه مبنایی داره این؟ اون چیزی که میشه گندم با کفش مبادله کرد ارزش مبادله است. ارزش مصرف که چیز مشخصی مختص گندم یا مختص کفشه یا هر کالای دیگه ای که حسابشو بکنی یه ارزش مصرف داره که حالا بخوام به تعبیر مارکسی بگم، این ارزش مصرف محصول کار مشخصه، کار مشخص کفاش یا کار مشخص کشگر یا کار مشخص بنا، بالاخره خونه رو وجود میاره. ولی ارزش مبادله یه چیزیه که از کار مشخص هم منتزع، به اصطلاح کار مجرد انسانیه، کار مجرد اجتماعاً لازم. بر اون مبنا شما شروع می‌کنی مبادله کردن. این در طول تاریخ چند هزار ساله، شاید چند ده هزار ساله یواش یواش شکل میگیره. قانون ارزش که بر اساس ارزش مبادله، یعنی کار مجرد اجتماعاً لازمی که صورت گرفته، آدما شروع میکنن به مبادله کردن از همون ابتدا و پول هم در دل این شکل میگیره. اول مبادله به صورت پایاپای، بعد یواش یواش یه سری کالاهای نقش معادله عام و ایفا میکنه که بشه چیزهای دیگر رو باش اندازه گرفت، مثل خود گندم، مثل نمک، مثل دام، مثل حتی برده. اینا اشکال مختلف ابتدایی پول و بعد یواش یواش پول شکل میگیره که در ابتدای کار پول
به اصطلاح سکه چیز طلا و نقره است، به اصطلاح فلزات قیمتی و رفته رفته پول حتی میرسیم به جایی که از اون حالت طلا و نقرهش هم در میاد. چرا طلا و نقره میذارم؟ واسه اینکه خود طلا و نقره یک ارزشی داره که اون وقتی مبادله میکنن با هم دیگه، فرض کن شما واسه 10 کیلو گندم یه سکه طلا میدی، خب خود اون سکه طلا به اندازه 10 کیلو گندم ارزش داره رسما خودش، ولی رفته رفته به یه جایی میرسیم که دیگه خود اون چیزی که به عنوان پول استفاده میکنیم خودش ارزشی نداره. اینو هم قبلا من جلسه قبل توضیح دادم که چجور اینم توی قرون 14-15 توی اروپا اتفاق میافتاده که بانکدارا ملت پولشون رو طلاشون رو بردن میذاشتن پلو بانکدارا، یک ورقه میگرفتن که مثلا فرض کن من 200 گرم یا 300 گرم یا 2 کیلو یا 3 کیلو طلا اینجا دارم. بعد متوجه شدن که این کاغذی که اون میگیره خود این ارزش داره و شروع کنن با هم مبادله کردن که بانک نوت که مبنای اسکناسه اونجوری وجود میاد و یواش یواش پول حتی اون حالت اینکه خودش ارزش داشته باشه هم از دست میده، تبدیل میشه به یک قراردادی بین انسان‌ها یه جوری و میرسه یه جایی که یه دوره تو قرن 18 و 19 حتی قرن 20 پولایی که بانک ها به اصطلاح اسکناس هایی که چاپ میکردن یا دولت ها چاپ میکردن پشتوانه طلا داشت هنوز و این پشتوانه طلا تا 1968 دهه 60 هنوز ادامه داشت. از 1968 به این ور هست که آمریکا برمی‌داره، قبل از آمریکا هم کسای دیگه جلوتر اصلا این قانون بسیار پشتوانه طلا واسه اسکناس اینا رو برمی‌دارن و الان که دوره ما باشه دیگه حتی اسکناس هم نیست، همش مجازیه، همش دیجیتاله، همش به اصطلاح الکترونیکیه و عمده پولی که تو دنیا داره الان مصرف میشه و مبادله میشه اینا این پول در واقع الکترونیکی، یعنی این حجم از این میدونید که در هر شبانه روز بیلیون ها دلار، تریلیون ها دلار، نه بیلیون ها، یعنی هزار میلیارد دلار داره جابجا میشه و خرید و فروش میشه و اینا همه داره صورت میگیره. این همش به اصطلاح الکترونیکه و پولی وجود نداره به طور واقعی، ولی قراردادی هست، به اصطلاح کردیتی هست بین آدما، توافقی هست بین آدما و مثل همون ماجرای بانک نوت که شما رفتی پول طلاتو گذاشتی تو بانک و یک تکه کاغذ گرفتی و اون تکه کاغذ خودش ارزشه، حالا همین کردیت کارت هم واسه خودش ارزشه، شما یه اعتباری داری توی بانک و از اون خرج میکنی و مبادله میکنی. این سیر تحول پوله که اینو میگم هفته قبلم یه مقدار توضیح دادیم، منتها من گفتم که حالا تو سرمایه‌داری چی میشه؟ یعنی پول، این توضیحی که دادم خیلیش مال ما قبل سرمایه‌داریه. یعنی خب سرمایه‌داری از همون قرن 14-15 یواش یواش شکل میگیره، اونم تازه یه جاهای کوچیک تو اروپا مثل ایتالیا و اینا، بعد رفته رفته میره توی و انگلیس و بعد گسترش پیدا میکنه. اینم بذار اینو بنویسن که یادمون نداره، این مشخصه کالاست چون این مهمه، بعداً دوباره بهش میرسیم. اتفاقی که تو سرمایه‌داری میفته رو من به نقل از مارکس جلد اول کاپیتال میگم. خود مارکس هم همینجور که الان توضیح دادم مسئله پول رو مطرح میکنه، خب البته خیلی بهتر و دقیق‌تر و همه جانبه تر. در ضمن من هفته قبل به اصطلاح فونکسیون‌های مختلف پول هم گفتم که الان حالا لازم باشه بهش برمیگردم، فقط یادآوری میکنم بهتون که یکیش فونکسیونش به عنوان معیار ارزش، میزان ارزش، وسیله پرداخت، نمیدونم دفینه، پول جهانی، اینا چیزایی که حالا واسه اینکه بحث خیلی پیچیده نشه به اونا فعلا نمیپردازم، ولی به این بپردازیم که پول تو سرمایه‌داری چی میشه.
تو سرمایه‌داری اتفاقی که میفته اینه که ما با پولی مواجه میشیم که پول میزاد. تا قبل از سرمایه‌داری ما با پولی که پول بزاد روبرو نیستیم. تا قبل از سرمایه‌داری اساساً پول این نقش رو داره که شما یه چیزی داری میخوای بری بازار و فرض کن تو بازار اون جنسی که میخوای نداره، فعلا پول رو میگیری تا جنست بیاد تو بازار بری جنستو بخری، که این نقش پول به عنوان گردشه، یعنی عامل گردش کالاست. یا اینکه حتی میتونه اینجوری باشه که یه کسی قراره واسه شما کاری انجام بده، یا شما میخوای در آینده کاری انجام بده، یا محصولش در آینده میرسه به شما بفروشه، از حالا میری پولو بهش میدی تا اون محصولش رو هم وسیله پرداخته. ولی پولی که پول بزاد گرچه خیلی قدیمتر از سرمایه‌داری شکل میگیره به صورت سرمایه تجاری یا سرمایه ربایی، ولی واقعا وقتی که سرمایه‌داری شکل میگیره و مارکس اینو توضیح میده که چجور پول واسه اینکه پول بزاد باید جوری مصرف بشه که وقتی مصرفش میکنی، وقتی این پولو مصرف میکنی، یه ارزش جدید، یه ارزش مبادله جدید ایجاد بکنه. به قول مارکس سرمایه‌داری که پول داره باید بتونه تو بازار بره یک کالایی رو بخره که وقتی این کالا رو مصرف میکنی ارزش جدید ایجاد بکنه، ارزش مبادله جدید ایجاد بکنه. و این کالا همونطور که میدونید نیروی کاره، فقط نیروی کار کارگره که وقتی میخریش و بعد به کارش میگماری که کار بکنه و اینا، اون وقتی کار میکنه ارزش جدیدی به اون کالاها اضافه میکنه، به اون محصولات اضافه میکنه که همین ارزش مبادله‌ای که مبنای پول شد، همین کار اجتماعاً مجرد اجتماعاً لازمی که مبنای پول شد، در این حال خود این مبنای اون ارزش اضافه هم میشه، ارزشی که میزاد پول. و از اینجاست که سرمایه پول خودش در این حال تبدیل میشه به سرمایه، میشه پولی که پول میزاد. و اینو اتفاقاً اینو تو بازار انجام نمیده. یعنی جالبیش اینجاست که وقتی پول تبدیل میشه به سرمایه دیگه از حیطه بازار و مناسبات بازار هم خارج میشه. چرا؟ چون شما باید بری تولید بکنی، اینجا باید بری تو عرصه تولید، موقتا از بازار میری بیرون، میری تو تولید، اونجا کارگری که نیرو کارشو فروخته میاد اونجا، شما هم رفتی کارخونه و مواد اولیه و مساله و همین اینا رو هم تهیه کردی، شما به عنوان کارخونه دار و کارگر اونجا هست و شما دست به تولید میزنی. توی یعنی مبادله و مناسبات تولیدی، مناسبات مبادله و اینا همه قبل از کار تولید صورت گرفته. توی تولید شما دیگه داری تولید میکنی و به عنوان کارگر نیرو کارت از قبل فروختی، مزدت هم گرفتی. ولی وقتی شروع به تولید میکنی، هر چیزی که تولید کنی این محصولات مال کارفرماست. اینجا هیچ مبادله‌ای نیست، هیچ مبادله برابری هم نیست. مارکس اینو میگه چجور، البته اینو توی گرونریسه میگه، ولی میگه که چجور قوانین مناسبات کالایی اینجا به ضد خودش تبدیل میشه به یه چیزی که اصلا برابر نیست. هیچ مبادله برابری اینجا صورت نمیگیره، برخلاف بازار که من کفشی که درست کردم میارم واسه شما، شما کتی که درست کردی میاری واسه من و ما با هم دیگه مبادله میکنیم بر اساس کاری که انجام دادیم. ولی تو مبادله‌ای که کارگر و سرمایه‌داری میکنن، فقط اون تیکه اولش که شما مزدی به من میدی به عنوان نیرو کارم مبادله است. تیکه دومش که میری تولید میکنی که اونجاست که ارزش مبادله جدید اضافه به اصطلاح ارزش جدید ایجاد میشه، اونجا هیچ مبادله‌ای صورت نمیگیره، اونجا بردگیه یه جورایی. من چون طبقه سرمایه دارم و چون مالک هستم و چون مالک این زمین هستم و چون مالک این وسایل تولید اجتماعی هستم و اینا، و چون البته دولت هم دستم هست و کلی امکانات و اینا رو دارم، من این امکان رو دارم که شما رو به کار بگیرم، شما ارزش مبادله جدید ایجاد بکنی و اون بشه ارزش اضافی من
سود من سود طبقه کارگر، داریم راجع به طبقه سرمایه‌دار رو کل طبقه سرمایه‌دار صحبت می‌کنیم. به هر حال دارم خیلی خلاصه میگم که وقتی پول تبدیل میشه به سرمایه چه چیزی میشه. این هنوز همون پولیه که از دل ارزش مبادله و از دل مبادله شکل گرفت و تبدیل شد به اصطلاح تجسم کار مجرد اجتماعاً لازم، ولی در ادامه خودش می‌بینی که پول در این حال میتونه تبدیل بشه به سرمایه و واسه اینم که تبدیل بشه به سرمایه باید نیروی کار بشه کالا. برای همین مارکس راجع به انباشت اولیه و خلعیت از دهقان‌ها و از مثلا دارندگان مثلا وسایل تولید، یعنی هر گونه خلعیتی بشه ازشون، هیچ وسیله تولید نداشته باشن و میاد بالاخره میشه سرمایه و یک به اصطلاح سرنوشت دیگه ای پیدا میکنه. و بعد وقتی هم میشه سرمایه، اشکال مختلف سرمایه داری. شما سرمایه مالی داری، سرمایه صنعتی داری، سرمایه تجاری داری، اینا روابطی با هم دیگه دارن که خودش یه بحث جداگانه ایه. ولی نکته اینجاست، اون پول که بعد توی سیر خودش ما خیلی خلاصه راجعش صحبت کردیم، وقتی میشه سرمایه اون وقت نقش جدیدتری هم ایفا میکنه که دیگه کل مناسبات سرمایه‌داریه و از جمله اینکه نقش کردیت بازی میکنه، نقش سرمایه مالی ایفا میکنه. یعنی الان شما میبینید که کسی که سرمایه مالی داره و پول هنگفتی داره میتونه خیلی چیزا به اصطلاح حرف آخر رو بزنه و به اصطلاح حرف نهایی رو بزنه و سیستمی وجود میاد که ما الان توش هستیم. ولی چیزی که اینجا میشه دید، ما دائما با مثلا همین بحران کردیت که صحبت کردیم، الان گفتم که توی اکونومیست نگرانه که بحران کردیت توی کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یا امرجینگ مارکت یا کشورهای نوظهور، بازارهای نوظهور، ممکنه این بابلش، این حبابی که درست شده بترکه و با ترکیدنش کل اقتصاد دنیا رو زیر سوال ببره. این شما میتونید ببینید که چجور تناقض بین ارزش مصرف و ارزش مبادله که تو کالا هست خودش اینجا توی ابعاد عظیم سرمایه‌داری نشون میده. یعنی چی؟ یعنی شما یک ارزش مبادله مجازی درست کردی، یک کردیتی هی شروع کردی به آدما دادن واسه اینکه این پول این خاصیت رو داره، میتونه به شما بده. ما پول چیزی هست که ما به بانک ها و به دولت ها و اینا اعتماد داریم و دولت هم هی پول تولید کرده و در واقع بنگاه ها پول تولید میکنن. شکل واقعی تولید پول رو هفته قبلم توضیح دادم که طور واقعیش اینجوریه که پول اینجوری تولید میشه الان توی جوامع حاضر که شما میری از بانک قرض بگیری، میخوای $1000، $10,000، $100,000 از بانک قرض بگیری، به مجرد اینکه این قرض رو میگیری این پول تولید میشه. یعنی اعتباری هست که میدن، درست؟ هی اعتبار رو میدن تا مثلا سر همین مثلا چی بود بحران 2007 که توی آمریکا هر کس که میخواست خونه بخره اصلا هم دیگه ازش سوال نمیکردن که شما قدرت پس دادن اینو داری نداری، هی اعتبار بهش دادن، هی پول تولید شد و هی گنده‌تر شد بدون اینکه واقعا روی زمین همچه چیزی وجود داشته باشه، به این معنا که معادل این بابلی که درست شده بود ثروت واقعی هم وجود داشته باشه. یه جایی ترکید و وقتی ترکید همه به اصطلاح اقتصاد رفت پایین و البته دنیا رو داشت میبرد پایین. این رو شما میبینی حتی توی این شکل نهایی سرمایه‌داری شدهش و تحول پول به این صورت، شما تناقضاتی که تو خودش داره رو میبینید. تناقض بین به اصطلاح ارزش مبادله و ارزش مصرف که تهش میرسه به تناقضی که تو کالا هست، که این گندمی که من تولید کردم
قرار بوده گندمی باشه که من مصرف کنم، ولی یه خاصیتی مناسبات اجتماعی چه کالاییش چه بعدم سرمایه داری بهش اضافه میکنه که باید ارزش مبادله داشته باشه تا بتونم به دست بیارم. اگه من نتونم اون ارزش مبادله لازمه رو بپردازم واسه اون گندم به دست من نمیرسه. و منی که دارم تولید میکنم، وقتی دارم گندم رو تولید میکنم به ارزش مصرف زیاد فکر نمی کنم، به ارزش مبادلش دارم فکر میکنم که چجور بتونم اینو بفروشم و پولی ازش در بیارم که تازه برم وسایل مورد نیاز خودم بخرم. در هر حال همون تناقض خودش رو تو هر سطحی که پول پیش میره نشون میده. بعضی از سطوح این به اصطلاح تناقضاتی که پول داره رو من دفعه قبل گفتم که این دفعه قلم گرفتم ازش. این دفعه سعی کردم بگم که توی سرمایه‌داری چجور پول به اصطلاح تبدیل میشه به سرمایه، شروع میکنه به پول زاییدن و بعد چجور مسئله استثمار طبقه کارگر مطرحه، چجوری مسئله خلأ از کارگران مطرحه، چجور شکل‌گیری یک مناسبات سرمایه‌داری که مارکس بهش میگه تولید کالایی تعمیم یافته. چرا؟ چون که نیروکارم توش کالاست، همه چیز کالا میشه، در واقع همه چیز تبدیل میشه به چیزی که باید ارزش مبادله داشته باشه و این ارزش مبادله هم خب تجسمش پوله و پول نقشه هرچه محوری تری پیدا میکنه و پول تبدیل میشه به سلطان همه چیز، خدای همه چیز. و در این حال یهو میبینی که چجور سر بزنگاه تناقضاتی که خود این سیستم کلن داره خودش رو تو پول باز نشون میده. یعنی این تنوع و پیشرفت پول تناقضاتی رو که از اون ابتدا توش میتونی ببینی از بین نمیبره، بلکه تو اشکال جدید و با ابعاد و گستردگی جدید خودش رو باز نشون میده. امیدوارم که اینم به بحث پول باشه و این دفعه تونسته باشیم بحث رو تموم کرده باشیم. مرسی که گوش دادید.